قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و یکی شما عزیزانی که بنده را میبینید و یا میشنوید، شکر پروردگار یگانه که باز در برنامه دیگر با هم هستیم. و پیش از داخل شدن به موضوع و یا به خود برنامه میخواستم از یک شما عزیزان تشکر کنم که در این زمانی که پر از فتنه و فساد است و موجهای فساد از هر طرف اینترنت دارد و داخل تلفن خانه های ما میشورد، شمایان با برنامه های تربیوی هستید، با برنامه های هستید که نه شما را برای فتنه و فساد میبرد، برنامه هایی که برای معنویات شما، برای زندگی شما، برای دنیا و آخرت شما فایده خود را و سهم خود را خواهد گذاشت. پروردگار صفی نفرانی که در راه حق هستند و برای حق حرکت دارند و حد اقل جانبدار نباشند، هم ضدیت بر حق نمی کنند، صفشان را بیافزاید که واقعا زمانی شد که غریبان یا گفتیم اهل حق در حقیقت غریب هستند و تنها ماندند. در یک موضوع یا با یک موضوع نزد شما آمدم که دارد وقتهای آخر خیلی خیلی زیاد را فریب می دهد، یا خود برای اینکه همین موضوع را زیادی ها از نزدیک و دقیق نگاه نمی کنند و اشتباه های غلط روح می نهند. اولا عزیزان، عجب زمان شده است و عجب فکر و اندیشه ها هست که اکثریت پیشرفت یک نفر رو و یا اینکه درجه عقلی یک نفر رو در لباسش می بینند. علل خصوص مثلا یک مرد که کت شلوار یا گفتیم با روسی ما همیشه استفادهش میکنیم شیمی کاستیوم پوشیدگی هست و در گردن کراوات دارد، یک بار فکر میکنند که این یکی از روشن فکران است، این از نفرانی هست که دیگر با این لباس ظاهریش خیلی خیلی خونده است، بیخبر از اینکه میتوانید با این لباس احمقترین احمق ها رو هم ببینید. یعنی پیشرفت علمی یک نفر، سطح دانشی یک نفر رو، سطح جهان بینی یک نفر رو در لباس دیدن خیلی زیاد در جامعه ما دیده می شود و مردم هم به این عادت کردن. یک نفر اگر مغزش خراب است و سالها چیزی رو به داخل عقلش جای نکرده است، از آن پروایی ندارد، اما از اینکه لباسهایش فرسوده است و سال گذشته لباس نو خریده بود، دیوانه‌وار مناسبت میکند که چرا امسال من لباس نو ندارم. یعنی همان گونه که اگر جامعه برای ظاهرش یا پوشیدنش حرکت میکرد، اگر برای مغز سرش هم حرکت میکرد، میدیدید که چقدر ما پیش قدم میشدیم، چقدر از ما گنجینه ها و مرجان ها میریخت و جوان هایی که امروز زیاد در صحبت های آزاد میبینید در تن کت شلوار و کرته سفید و کراوات در گردن یا گلاستوک در گردن، درباره شاعر تاریخ چیزی میپرسید، هیچ چیز گفته نمیتواند، اما مظهرش رو دیده دیگر ژورنالیستان به نزدش میدوند که از ظاهرش خیلی یک انسان روشن فکر و با عقل مینماید. در زنها هم در مردها هم این چیز دیده میشود. یعنی یک زمانی هست که مردم برای انکشاف عقلی خود که چقدر انسان عقلش انکشاف کرد، دیگر عزت و شرف او هم بالا می شود، مدنیت او، جهان بینی او، بصیرت او، نگاه او به دنیا دیگر می شود. به جای افزایش مغز خود زیادتر به جای این ببخشید ما از پای افزایش بدن خود هستیم و با کدام لباس چگونه خود را زینت دادن هستیم. و یکی از مصیبت هایی که امروز علل خصوص در اینترنت، در شبکه های اجتماعی دیده می شود، نمیدونم این برای به باوری خود در آوردن مردم هست یا یک مود نو هست یا عموما می خواهیم خدا را فریب دهیم، الله را فریب دهیم. زیادی های رو می بینید که بارش های درست بر آمده صحبت می کنند، یا دخترکانی رو می بینید که
با سطر برآمده صحبت میکنن و از دور نگاه میکنید و میگید یک انسانی پارسایی هست، یک تقواداری هست، یکی داخل سایتش میشوید که بجز بیهودگویی، بجز و گفته ایرانی ها دریوری چیزی دیگری نیست. و همین گونه خواهرها هم زیاد هستند. زنی تاجیک از عکسی یا گفتیم از کارتینکه هایی که در نوارش هست که میبینید با هوس داخل میشوید که یک خواهر اسلامی چیزی فایده‌ناک میگوید شاید برای خواهرها، میبینید که از خوردنش و دست شستنش و دیگر چیزهای بیهوده دیگر هیچ چیز در آنجا پیدا نمیشود، اما در سر سطر دارد. و یگانه در یوتیوب نه، در تقریبا در ایما هم همین چیز رو پیدا میکنید و زیاده در عکس هایی که در واتساپش هم میمونن یا در فیسبوک هم میبینید همین گونه بازی کردن با مظهر اسلامی، بازی کردن با لباسی که شعاری اسلام است و گفتیم رمز تقوا است، خیلی خیلی زیاد در این دنیای اینترنت دیده می شود. یا مثلا نگاه میکنید و چیش نوشته است در زیرنویس عکسش لا اله الا الله محمد رسول الله، یا ما بجز الله کسی رو نداریم، یا اینکه فدای تو هم یا رسول الله. بعد از این کم 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 میبینید که یگان چیزی درست دیگر در او دیده نمی شود، علل خصوص وقتی بعضی با آنها شناس می شوند. یعنی مقصد این گونه انسان ها چی است؟ این رو یگانه الله خودش می داند. مقصد با باوری مردم در آمدن هست، مقصد با اعتقاد مردم بازی کردن هست و در اطراف خود آدم جمع کردن هست، یا مقصد آبرو تلاشی هست. این رو پروردگار خودش می داند که حکم به دست او هست. اما مردم فریب خورده، نفرانی که امروز ما خیلی خیلی فریب میخوریم، میگویم من به سطرش باور کردم بعدا خیلی فریب خوردم، یا من او رو در سیمایش یک مرد اسلامی دیدم، ریشش رو دیدم یا نمازخانیش رو دیدم. یعنی همین گونه که وی همچون یک آدمی دیندار با من مناسبت رو شروع کرد و من فریب خوردم، یک دونه تا 1000 زنها هستند، علل خصوص خواهرکان مهاجره که زنی دوم یا سوم شدن. زیادیاشون میگویند با یک چهره نورانی ریشدار نزد من آمد و از پیامبر گفت و از حدیث گفت و از آیت گفت و باور کردم، دیگر از او درک نشد. این گونه زیاد هستند و این چنین کم نیستند. برادرانی هم که میگویند آخر سطر اسلامی داشت، اولین بار وقتی من او رو دیدم کاملا باور کردم که یک دخترک مسلمان تقوادار است. بعد از ازدواج فهمیدم که فقط فریب بوده است، فقط فریب بوده است. بجز لباس در آن انسان هیچ یک قلبی وجود ندارد به معنای بصیرت و فهمش که من خیلی فریب خوردم. همین گونه انسان های فریب خورده زیاد هستند و خود بنده من شخصا هم چند خواهرکان رو میشناسم، خیلی زیبا یک عکس رو در صورتی واتساپشون یا تلگرامشون موندگی هستند. یک دخترکی که مثلا گریه دارد و سطر دارد و در دست قرآن دارد، بعدا کمی صحبت میکنی که میگوید نه اپا جان من نماز نمیخونم، یا اپا جان من زیاد مشکلی با موسیقی دارم که به موسیقی خوابم نمیبرد. پس این عکس اینجا چیکار میکنن؟ تو یک عکس رو گذاشتی که انسان وقتی به عکس تو نگاه میکنند میگوید این بیچاره شب روز در دعای و توبه هست که این گونه عکس یک انسانی خیلی خیلی پرسا و زن صالحه را مونده است. و همین گونه فریب زیاد میخورید، فریب زیاد میخورید. برای اینکه زیادی ما مظهر و عموما شکل یک نفر رو دیده بها میدهیم، در حالی که این کاملا غلط هست. و نگاه کنید در ما حدیث در بخاری مسلم است و تمام کتاب های سنن هست، از اینکه ما ظاهری یک نفر رو دیده به او بها ندهیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن رب اشعث ذی تمرین مصفح، یا که مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انسان هایی رو میبینی که اشعث هست، یعنی مویهای ژولیده غبار آلود دارد، مویهایش با ترتیب و خوشرو شانه زدگی نیست و این چنین لباس های فرسوده دارد، در تنش بجز یک لباس فرسوده چیزی دیگری رو نمیبینی. مدفوع بالابواب، ظاهری او رو انسان میبیند و به خونش راه نمیدهد، به نزدش آمده اگر چیزی گفت اهمیت نمیدهد، برای اینکه یک شکل دارد، خیلی شکلی هست یا گفتیم شکلی هست که دیگر به انسان محترم ماننده ندارد.
لیکن در دوامش پیامبر صلی الله علیه و میگن لو اقسم علی الله لابره، اما یکی قسم به الله خورد که همین کار رو من انجام میدهم و نام الله رو گرفت، الله دعای او رو اجابت میکند. لو اقسم علی الله لابره ساده ترین کرده اگر معنایش رو گوییم، اگر دعا کند الله اجابت میکند. قسم به ذاتت من همین کار رو انجام میدهم گفت، الله به او کمک میکند همین کار رو انجامش میدهد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث به مایان اشارت میکنند که یک نفر رو لباسش رو دیده، چهرهش رو دیده، هرگز بها ندید که این انسان بی تقوا هست، این انسان یا تقوا دار است. آره یک زنی مثلا اوریان برهنه را دیده این تقوا دار است گفته نمی شود، این دیگر مسئله. اینجا درباره مرد صحبت رفته ایستاده است. برعکس این هم یک نفر می آید هر یک کلمه سبحان الله یا در دستش تسبیح، مثل زیادی کارگردان و فیلمبازان اکتورهای ترکیه رو میبینید که اکثریتش با تسبیح عکس میگیرد، در حالی که زنی اوریان دارد و خودش می می نوشد و هزار و یک بلاهای دیگر دارد. یعنی نباید به تسبیح یک نفری که در دست دارد، به ریش دراز زیبایی که یک نفر دارد که ریش دیگر از اول تا امروز رمزی مرد و مردانگی بود که شکر پروردگار در عصر 21 حتی جهان کفار هم این رو درک کردند که میبینید تمام تقریبا چه از ورزشکاران باشد چه از فیلمبازان و فیلمسازان باشند ریشه خودشان را دارند، مردهایی که در حقیقت این چیز را درک کردن و پیشتر تمامی شاعر و نویسندگان را هم همش را دیگر از تالستوی شروع کرده تا داستایوفسکی دیگر نفرهای روس، از اینجا تمامی شاعران تاجیک فارس و عرب همه را می‌دیدیم که همه ریش داشتن. امسال هم مردهایی که در حقیقت طبیعت یا گفتیم وجدانی مردانگی دارن اکثریتشان با ریش میگردن. اما محض ریش یک برادر را دیده آیا میتوانیم بگوییم این انسان اهل تقوا هست؟ دیگر چیزی میگوید راست است؟ نه از خود نمیگوید، یک چیزی رو میدوند آخر ریشش رو ببین. کلا احمقی است، کلا احمقی است. وقتی گفتیم که نه این ریش دارد، این علکه تمام همین چیز رو میداند، همه کار رو کرده میتواند. برعکس این هم هرگز یک زن یا یک دخترکی که با سطر اسلامی علل خصوص در عکس های فیسبوکش یا اینستاگرامش عکسمان یا اینکه یک و یک بار دیدید و از راهگردیش و از حجابش دیدید، نباید بها داده شود که این انسان تقوادار است. چرا؟ چون اولا حدیثی که گفته گذاشتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بعضی نفران رو میبینیم به خانه راه نمیدی، اینقدر یک مظهر و شکل بیچارگی دارد یا شکل نامحترمی دارد که به خانه راه نمیدهی. مدفوع بالابواب، از خانه ها میرونند که نه تو به خانه من نه، شکل تو رو من نمیپذیرم. اما بیخبر از آن هستی که این انسان اینقدر در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد که اگر دعای کرد الله یک باره اجابتش میکند. در حدیث دیگر، اون هم حدیثی که در صحیح آمدگی است، وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله اول نصیحت میکنند که مسلمان ها همدیگر رو فریب ندهید، به همدیگر پشت نگردانید، در اونجا یک عباره هست که به موضوع ما رابطه دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن التقوا هاهنا، التقوا هاهنا. به قلب خود اشاره میکنند و میگویند بدانید که تقوا اینجاست. تقوای انسان در قلبش هست، تقوا در زبان نیست، تقوا در پوشش تو نیست، تقوا در شکلت نیست، تقوا در تسبیح دستت نیست، تقوا با چند نوار یا رولیکوی این اون عالم رو جمع کرده و ماندی با همین تو دیگر تقوادار نیستی. تقوا در قلب است. در حدیث دیگر وقتی که قلب اصلاح شد کل وجود تو اصلاح می شود. وقتی در حقیقت تقوا به قلب تو جایگیر شد، دیگر دست تو به جز کارهایی که الله فرموده است و دهان تو، گوش تو، چشم تو، عموما وجود تو کلن زیر کنترل یا زیر تحکم قلبی با تقوای تو می شود که اون قلبت هم فقط گفته های الله رو انجام داده ایستاده است. پس یک انسان رو تقواداریش رو یا بهای این که این انسان از اهل تقوا هست غلط میکنیم اگر گفتیم آره چهره نورانی دارد، آره در دهانش همیشه ماشاءالله سبحان الله بسم الله رو شنیدیم، آره ما دیدیم که چقدر لباس دارد و لباسهاش همش پر از لباسهای پرسوکی هست.
برای اون که پیامبر گفتن دهان تو یعنی چیزی گفت با همین تو تقواداریت رو نمیفهماند، لباس تو، مظهر تو. پس اینجا اگر به حدیث های پیامبر از اینجا نگاه کنیم خیلی خیلی غلط هست. امروز چیزهایی که مردم با یک کلمه، باز من نمیدونم اینها رو چی گفته می شود، همین یک مقدار اگر بعضی ها در اطرافشان انسان پیدا شد، خودشان شاید یک ریبخوان بودن، خودشان شاید یکان چوپان بودن، خودشان عموما در بین رقص و بازی می گشتن، یک و یک باره از نماز صحبت می کنند و از قرآن گپ می زنند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم گپ می زنند و عموما در آنها دینداری رو دیده می شود. اما اگر گفتگو کرده چی در حقیقت در زندگی همین انسان نقش دین، یعنی دین نقش دارد، وجود دارد، از دوستاش بپرسید، از نزدیک ببینید، در سیمایش حتی هرگز اثر سجود یا نشانه از نشانه های اهل نماز و اهل تقوا رو دیده نمی شود بجز دهانش که با آسانی پروردگار بصیرت را نصیب کند، که در ما حدیث است که فراست انسان با نور پروردگار صحبت می کند، یا انسان هایی که اهل تقوا هستند فراست بلند هم می دارند. یکی می بینند و بها می دهند که همین انسان کی هست، یک کذاب است یا دروغگو هست یا کسی دیگر هست. یعنی علم فراست یک علم عجیب است که در امام شافعی هم بود، شاید یکی در بارش صحبت کنیم. کمی به پسیکولوژی مانندی دارد اما زیاد به معنویات انسان رابطه دارد. یعنی بعضی نفران رو میبینی به محض اینکه یک کم شنونده پیدا کرد یک بار از دین صحبت میکند، یا دخترک رفته حجابش رو پوشیده می آید، یا برادر دیگر سیموش رو سیمای اسلامی میکند، اما میکوبی که دروغ است به جز جمع کردن مردم. بعد از این خواه و نخواه که پروردگار آنه که بر خاطر الله ریا کرد، الله ریاکاری او را آشکار میکند، یک بار پیدا میشود. اما اینجا چی شد به مردم یا به من و شما که ما با همین چیز زیاد فریفته میشویم؟ نمیگویم مثلا من به نزدیکی بود و چه خیلی که پیشتر هم عزیزان گفته بودم، نام یک نفر رو گرفته، یک نفر رو پس زدن و یا شان یک نفر رو، کی هم که او نباشد، او کی هم نباشد، چون انسان هرچی باشد کرامت دارد و عزت دارد. برای من حرام است که یک نفر رو نامش رو گیرم و قدرش رو پس زنم. اما از جایی که میدونم تا دیروز یک نفری که رقاصه بود گفتیم یا رپسرا بود یا چیزی دیگر بود، عموما یک مدتی کوتاه بلوگری دست چیزی دیگر، یکی بوریش که چیزی دیگر، یکی میبینید که میبرد حدیث پیامبر رو میگوید، یکی میبرد میبینید که فتوا دارد درباره دین فتوا میدهد این حرام است این حرام نیست. یکی یگون اهل علم رو درباره صحبت میکند که این انسان دروغگو هست یا این انسان فتنه‌گر است. عزیزم تو خودت که بودی این انسان کی هست؟ وقتی این انسان در راه الله دعوت میکرد تو در دستت میکروفون و سرود و رقص در بین مردم بودی، امروز تو اومدی این بیچاره رو خطاگو میگویی. یعنی این گونه نفرها هم زیاد هست که زینهار اهل علم یا اهل بصیرت و فراست نباید این گونه زود قضاوت کنیم، یک باره مظهر یک نفر را دیده بگویم که نه درست است چیزی که این درباره دین میگوید این درست است، در حالی که فاسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. دین رو از یک نفری که فقط سیمایش دیندار است گرفته نمی شود، از اهل ذکر، از اهل علم، اونی که دست به علم زد، دست به کتاب و کاغذ زد گرفته می شود. اما درباره صفت متقیان عزیزان گفتیم اینجا برنامه ما این بود که لباس یک نفر رو دیده، سطر یک نفر رو دیده، ریش یک نفر رو دیده نگوید این انسان اهل تقوا است، این انسان پرسو است. نه، تقوا با لباس و با مظهر نمی شود. نگاه کنید در ما در آیت های اول سوره بقره الله وقتی میگوید هدی للمتقین، این کتاب یعنی قرآن کریم هدایتگری متقیان است، تقواداران است. یعنی الله در آنجا کاملا روشن و واضح معین میکند که قرآن کریم هدایتگر است برای نفران تقوادار. انسان هایی که تقوادار نیستید، پرهیزگار نیستید، یعنی تقوادار نفری هست که به خاطر به غضب الله گرفتار نشدن بین خود و بین غضب الله همیشه با عمل های صالحش، با ایمان هایش وقایه یک گفتیم نگهبان میسازد تا که پروردگار او را به غضبش گرفتار نکند، به عذابش ناندازد. همیشه او از پی کارهایی هست که عملی انجام دهم که پروردگار مرا غضب نکند یا پروردگار مرا به قهرش نگیرد. اینجا
الله وقتی میگه هدی للمتقین، قرآن کریم هدایتگری تقواداران است، آنهایی که از الله میترسند. در دوامش صفت متقیان رو میگوید که ها تقواداران هستند. یکم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. یکم آنهایی که اگر از آن پیشترش رو نگریم، الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و بالآخرة هم یوقنون. یعنی انسان های تقوادار را در اول های سوره بقره الله میگوید یکمین یک نفر رو برای تقوادار بودنش از این میفهمی که یؤمنون بالغیب، آنها به غیب باور دارند. آنها ندیدن نه جنت و نه دوزخ و نه فرشته ها و نه عذاب قبر و نه حتی پیامبران را، اما ایمان دارند، طرز ایمان دارند که هیچ شک شبهه در ایمان آنها نیست. در دوامش پایبند نماز هستند، زکات هم میدهند، مما رزقناهم ينفقون هم هستند و بالآخرة هم یوقنون هم هستند. آنها بجز اینکه به غیب ایمان دارند، چیزی که ندیدن ایمان دارند، از اهل نماز هستند، از اهل زکات هستند. و این چنین اگر زکات ندهند، مال آنها به پول زکات نبراید، هم هر چی که الله به آنها رزق داده است و نصیب کرده است در راه الله صدقه میکنند، در راه الله به خاطر الله. و این چنین به آخرت یقین دارند. یعنی انسانی که به آخرت یقین دارد هرگز نمیبینی بر علا براید در سایت هایش یکی را تهمت کند به خاطر این و آن بیننده یا پرسمات گرفتن یا خود و زنگوله دست زدن مردم شرف و عزت خودش را فروشد. و این چنین خواهری که یا دخترکی که بالآخرت هم یوقنون به روز آخرت یقین دارد، نمیبینی که اینقدر خودش را پست و بیزیب و اینقدر خودش را پایانتر نشان دهد که هر دروغ را هم، هر حرام را هم، هر چیزی که ناسزا هست برایت روبروی دوربین بگوید، آن هم با سطر اسلامی از یگان چیزی نترسیده و نه هراسیده. یعنی صفت تقواداران را وقتی الله در قرآن میگوید، باید ما مقایسه کنیم با نفرانی که از پیش خود و آنها ما بها دادیم یا علکه قضاوت کردیم که این انسانی مسلمانی خدا ترس است. چیزی دیگر عیناً همین گونه عزیزان به سوره آل عمران هم نگاه کنید. الله در صفت اهل تقوا اولا میگوید الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. انسان های تقوادار رو میبینید با خاکساری، با فروتنی، با بیچارگی، با خشوع، با تضرع به الله میگن پروردگارا ما به تو ایمان آوردیم، ما به تو باور داریم، ما به تو ایمان داریم، و خاطر ایمانمان فاغفر لنا ذنوبنا، گناههای ما را ببخش، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب دوزخ نجات ده. یعنی در سیمای آنها، در کلام آنها، در صفت آنها بیچارگی رو حس میکنی. نه متکبر ببین من چی ماشین دارم، چی خانه دارم، من چی میخورم، به چی فخر میکنم. نه، انسانی که اهل تقوا است در او فخر با چیزهای دنیوی رو دیده نمیشود. اینجا یک چند نفره که عیناً چه خیلی گفتم با یعنی با دهان تقوایی، نمیگویم با قلب تقوادار، با دهانی که گویا که آنها خیلی خدا ترس هستند، یا با لباس یا بارش و با حجاب دو سه نفر هستند، یا در حیات عادی هم و جز این بلاگران و یوتیوبرها در حیات عادی هم میبینید یکی رو میبینید بجز فخر که من خودم با کار و بارم، با دستم، با علمم، بعضیش صاحبی خانه شدم، صاحبی ماشین شدم، بچه های مرا ببین، فرزندای مرا ببین، شیر بچه های مرا ببین، خانه مرا ببین. آیا این صفت تقوادار است؟ یک انسانی که تو در سیمایش ریش خوشرویش رو دیدی، نمازش رو دیدی، یا یک خواهر اسلامی رو دیدی، وقتی که این همه از خود و از مال دنیا تعریف میکنند، در حالی که الله میگه تقواداران نفرانی هستند که در نزد الله بیچاره هستند. فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، پروردگارا گناههای مرا ببخش، گناههای ما را ببخش، ما را از عذاب دوزخ نجات ده، ما به تو ایمان داریم میگویند. در دوامش الله میگوید الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. تقواداران نفرانی هستند که صابر هستند، صبر میکنند در برابر مصیبت هایی که در راه الله میبینند، صبر میکنند به عبادت های الله. در عبادت های الله نه من بیمار هستم و نه من کار دارم، نه،
در صبر در مصیبت هست، صبر در اطاعت و طاعت پروردگار است. در آنها شما صبر میبینید. شکایت به خلق الله به مردم ندارم. آنی که به مردم اینم نیست و آنم نیست گویان زیاد صحبت میکند، یقین بدانید که اصلا اهل صبر نیست. در دماغش و صادقین، اهل صدق و راستگو هستند. اهل صدق و راستگو هستند. اصلا انسان هایی که خدا ترس هستند، اونی که شما به او بها دادید که این تقوا دار است، اصلا در او دیده نمی شود که او چی هست. در او اصلا وقت راست سخن راستی رو نمیبینیم، نباید بگوییم که این انسان تقوا دار است. ول قانتین، قانت گفته نفرانی رو میگویند که با بیچارگی همیشه عبادت میکنند، در عبادت های خود بردوام هستند و عبادت های آنها عادی نیست. عبادت هایی که کاملا با فروتنی، کاملا با خوری که پروردگار این تو نه این من هستم که محتاج تو هستم، برای تو برای همین عبادت میکنم، گویان در عبادت هستم. در دوامش ول منفقین آنهایی که دارند و ندارند، از هر چیزی که الله برایشان نصیب کرده است صدقه میکنند. ول مستغفرین بالاسحار، و نصفه های شب برمیخیزند. اسحار گفته نصفه شب رو میگوین. در ما سحری میگویم، سحری بر وقت از بامداد پیشتر رو سحر میگوین. و المستغفرین بالاسحار، نصفه های شب میبینید که آنها در مشغول استغفار هستند. استغفار که پروردگار خطاهای مرا ببخش، گناههای مرا ببخش. اکنون اینجا بیاید خلاصه برآوری کنیم. برادرانی که با خواهر حجاب پوش در ایمان شناس میشوند، خواهرکانی که با یک برادر ریشدار در فیسبوک شناس میشوند و مقصد خانه بنیاد کردن دارند. یعنی نصفه شب یک دخترک حجاب پوش در یک کانالی که مرد و زن هست با حجاب اسلامیش در آمد و از این و از آن صحبت میکند و بها میدیم که این انسان حجاب دارد، روی مال پوش است، نمازخوان است، میخواهد به زنی گیرد. آیا جایی یک دخترک تقوادار در ساعت 12 و 11 و 9 و 10 شب داخل گروه های ایما که بجز گپ های پوچ و لغو و بیمعنی بعضش فحش و دیگر گپ های عموما از اخلاق بیرون صحبت میکند، همانجا است، در همانجا زن پیدا میکند و امید دارد که با او میشود زندگی کرد. و خواهرانی که ساعت 1 شب و 2 شب یک برادر بسم الله گفته به شما خط کرد و گفت من حافظ قرآن هستم، من اهل دین هستم، میخوام عائله اسلامی پیدا کنم. آیا جای یک مرد تقوادار ساعت 1 شب و 2 شب صحبت کردن یا چت کردن با زنهای بیگانه هست؟ این گونه عقل انسان آیا تا این اندازه پایان باشد که یک نفر اگر تو اهل تقوا هستی این نصفه شب با من چیکار داری؟ با زنی بیگانه نامحرم چیکار داره؟ با مرد نامحرم چیکار داره؟ تو باید همون گونه که پروردگار صفت تقواداران را گفت که نصفه های شب مشغول چت بازی و کارتینگ فرستادن و داخل شدن به یوتیوب و فیسبوک اینها ندارن. ولی مستغفرین بالاسحار، آنها نصفه های شب از ترس پروردگار که شاید آخرین شب من باشد مشغول هستند، مشغول عبادت. پس عزیزان در مسئله به یک نفر همچون دیندار بها دادن شتاب نکنیم. با یک صورتی و با یک دو جمله اسلامی نوشتنش، با یک در ترجمه حالی که برایتون گفت که من این خواندم و آن خواندم و من به این مشغول هستم به آن مشغول هستم، به آن باور نکنید. پروردگار نفران خفی و تقی را دوست می‌دارد. اصلا اهل تقوا، آنهایی که در حقیقت تقوادار هستند، آنها نیاز به تعریف کسی ندارند. که اینجا بیان در بین چند نفر من حاضر نماز خواندم و من روزه گرفتم و من قرآن خواندم و من این گفتم و آن گفتم، گویان خودشان را دیگر اهل تقوا نیاز به تعریف مردم هم ندارند، نیاز به خود را مدح و ستایش هم ندارند که یک نفر را تعریفش را دیده، دهانی پر از تسبیحش را دیده یا ریش و حجابش را دیده ما گفتیم آدمی تقوادار است. بعدا میگویم وای چگونه میشود که آدمی تقوادار این گونه حرامخور باشد که دیده ایستاده چقدر حرامخورهای زیاد داره ما در یوتیوب امروز. آره با سطر با بسم الله شروع کرده بود و پیامبر صلوات فرستاد به فلانی کمک کنیم گفته بود بسم الله من با این کار انا پولدار شدم، گفت در حالی که کاری که امروز کرده ایستاده است 100% حرام است. یعنی نباید این گونه زود قضاوت کرد. چیز دیگر عزیزان، مسئله
خیلی که در اولی برنامه گفتم مسئله پیشروی رو در لباس دیدن که در این باره من زیاد صحبت کردگی هستم، ولی باز هم نمیدونم، شاید مشکلی در من است که بعضا تاثیرش رو خیلی خیلی کم مشاهده میکنیم. خیلی که میگوین طبق زرین همه برگردن خر میبینم، امروز میبینید که چقدر خرها طبق زرین دارن، چقدر آدمایی که در اصل مغز خری دارن، اخلاقشان خرانه است، اما یک لباسی که بین مردم بر آمدند و یک لباسی که یوتیوب بر آمدند که اینقدر مردم از پیشان است. خواهرانی که اهل ایمان هستند که من دیگر یقین کردم برنامه های ما رو بجز اهل ایمان کسی نمیبیند، صف شما رو پروردگار زیاد کند و هرگز کم نباشد. نباید زود به لباس کسی دیده قضاوت کرد که این انسان آدمی پست است یا بیچاره هست. شما زیاد میبینید نفرانی که خیلی دارا هستند اما وجدانشان عذاب میدهد، برایشان اجازه نمیدهد که هر روز لباس نو بپوشند. شما زیاد بیچاره قرضدارها رو هم میبینید که یا حرامخورهای بر علاوه رو میبینید که هر روز یک لباس نو میپوشد. نباید یک نفر رو این گونه لباس هر روز میپوشد این پولدار است یا این حلال کار است یا با این کارش این دیگر خیلی خیلی پیشرفته است بگویم. برای اون که خیلی که سعدی میگوید نه همین لباس زیباست نشان آدمیت با لباس نمیشود هرگز حتی به آدم بودن یک نفر که در حقیقت به درجه آدمی برابر است. ما باید به یگان نفر هرگز بها دهیم. از اخلاقش ببینید اخلاقش چگونه است، از عملش ببینید به کدام کار مشغول هست، به گفته هایش زیاد اهمیت دهید این چی میگوید و مقصد اساسیش چی است. بعد از این قضاوت کنید که این انسان کی هست. بعد از همین برای همین در ما بعضی اقوال علما هست که وقتی یک نفر رو میخواهی کی بودنش را دانی حتما یا باید همراهش سفر کنی یا از او قرض گیری. وقتی از او قرض گرفتی هم یا در معامله های مالی هم میتوان کی بودن یک نفر رو فهمید یا تنها به تنها یا در یک سفری با کسی بودی دیگر کی بودن یک نفر رو میبینی. اما فقط با پوشیدنش و با گفتنش و با مظهرش نمیتوانیم قضاوت کنیم که این انسان کی هست، طالح هست یا صالح هست، بدبخت است یا نکوکار است، بدخواه مردم، فسادگر و فتنه‌گر بین خلق الله هست یا اینکه اصلاحگری هست که در حقیقت میخواهد برای مردمش میسوزد و میخواهد مردم اصلاح باشند. این بود صحبت امروزه من همراه شما. اگر الله نصیب کرده باشد شاید روز جمعه اومده ایستاده همراهتان پخش مستقیم با سوال جواب داشته باشم که هر سوالی که دارید انشالله میتوانید روان کنید و روز جمعه در خدمت شما باز هستیم. الله نگهبان یکایک شما باشد و در حقیقت برای یعنی تقوای حقیقی و لباس تقوای حقیقی را از خود بنده مسلمه احمدی شروع کرده به یکایک شما هم الله خودش بپوشاند و نه با مظهر خود بلکه با قلب پر از تقوای خود در نزد پروردگار عزیز و صاحب عزت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.